الو. حالتون چطوره؟ خوبین؟ ما هم خوبیم. امروز اومدیم که داستان آشناییمون رو براتون تعریف کنیم و اینکه چجوری شد که ما اصلا با هم دیگه اوکی شدیم. ما حدوداً 5 سال پیش بود که توی اکیپی بودیم. من جدا وارد اون اکیپ شده بودم و کامی هم جدا وارد اون اکیپ شده بود. البته کامی بیشتر تو اون اکیپ بود، من تازه اومده بودم. یکم که گذشت من داشتم با یه نفر دیگه ای اوکی می شدم، یعنی داشتم آشنا می شدم و کلا یه هفته بود از آشناییمون گذشته بود. یکم گذشت و دیدیم حالا هرچی رفتیم و اومدیم دیدم اصلا معیارم با اون طرف اصلا نیست، یعنی اصلا از لحاظ شخصیتی، از لحاظ نمیدونم مثلا حرف زدنی، ذهنی، همه چی با هم فرق میکنه. بعد فهمیدم که آقا این آدم من نیست. گذشت و دیگه من کم کم سعی داشتم یه جوری مثلا چیز کنم، بفهمونم که آقا ما مال هم دیگه نیستیم و به دردم نمیخوریم و فلان و اینا، که دیدم کامی اومد. حالا چی جوری اومد؟ منو همون طرفی که داشتم باش آشنا میشدم با 2 تا از بچهای اکیپ داشتیم میرفتیم دنبال کامی، ولی من نمیدونستم کامی کی و اینا. اسم اونی که داشتم باش آشنا می‌شدم و میذاریم عباس، اسم اون 2 تا از بچهای اکیپم میذاریم کامران و هومن. به بقیه بچهای اکیپ کاری نداریم چون نقش زیاد مهمی فعلا ندارن، حالا بعد که داشتن دوباره براشون اسم. آره. بعد ما یهو براشون کامران و هومن گفتن به عباس که آره میدونی داریم میریم دنبال کی. بعد عباس گفت که نه دنبال کی داریم میریم؟ گفت داریم میریم دنبال کامی. بعد عباس هم بهش برخورد، گفت وای چرا داری میری دنبال کامی؟ چرا به من نگفتین؟ اگه به من میگفتین من نمی اومدم. همینجور که داشت حرف میزد دیدیم که هومن زد رو ترمز، بعد دیدیم یه کسی قشنگ رو شیشه ماشین اینجوری این مارمولک پهن شده. پریدم رو کاف. آره. من که گفتم تصادف کردی مرد، یعنی اصلا من نگفتم که کامیه و فلان و اینا، اصلا نمیدیدم، نمیشناختم، یعنی نمیدونستم کامیه. گفتیم طرف مرد و تصادف کردیم و اینا، که یهو دیدم بچه‌ها خندیدن همشون. بعد دیدم که اونا شروع که به خندیدن کامی، و بعد اومد بغل و من عقب نشسته بودم، عباس هم وسط نشسته بود، کامی هم اون سم نشسته بود، کامران و هومن هم که جلو بودن. بعد دیدم که اومد سوار ماشین شد و اینا. بعد گفتم ببین این کسخل محضه، یعنی قشنگ این بهترین چیزیه که میتونی تو پیدا کنی. بعد آخه مثلا مثل الان یکم تازه استارت چوسی شدن پسرها و دخترها بود، یعنی اون تایم هم آدم چوس خیلی داشتیم، مثل الان نبود همه الان چوس. الان دیگه 100% آدم چوس شدن. اون موقع مثلا 93% 92% آدم چوس بودن. آقا بعد کامی نشست اون طرف، عباس هم وسط، منم این طرف. ببین من از همون اول شروع کردیم به کلکل با کامی، یعنی قشنگ عباس اینجوری گرفتیمش دادیمش پایین، خلاصه که اینو گرفتیمش دادیمش پایین. بعد من و کامی شروع کردیم کلکل. من به کامی گفتم که آره فکر کرد خیلی بامزه یا این چیکار مسخره ای بود اینا. آره به تو ربطی نداره. بعد کامی اون موقع مثلا هر چیزی که بهش میگفتیم گفت خایمالیش به تو نیومده، یعنی اصلا مراش مهم نبود معنی این کلمه یعنی چی، فقط میگفت خایمالیش به تو نیومده. من چند دفعه بهش گفتم توی پسران خیلی لفظ استفاده میشه، نه هیچ کس استفاده نمیکنه اصالتا. چرا بعدش هم چند بار دیدی از پسرای دیگم اینو شنیدی و گفتی آ من نمیدونستم. چرا دقیقاً ما به همین موضوع بود، اصلا این قضیه این حرف اون موقع زده میشه. بعدش نزن. اصلا من نمیدونستم که سارینا اصلا توی ماشینه. من فکر کردم خود مثلا کامران و هومن فوقش مثلا اومد، اصلا من نمیدونستم با کسی هم. بعد من این کارو کردم، اصلا کاملا مثلا اتفاقی بود. اون اومدن رو مسخره بازی مثلا، یعنی ما میخوایم بزنیم بهت، منم پریدم رو کاپوت که یعنی مثلا جواب مسخره بازی اونا رو با یه مسخره بازی جدید داده باشم. بعد دیگه این سناریو ایجاد شده، هی سارینا حالا میگفت مثلا چقدر تو مسخره ای، چرا این کارو کردی و فلان و بیسار. منم جوابشو 2 تا میدادم، هی جواب همو میدادیم، هی کل سر موضوعات مختلف. اون بنده خودم اون وسط به صورت خمیده‌ای، آره از همون که پایین بود اصلا انگار وجود داره، گذاشته بودیم رو عباس، داشتیم با هم دیگه کل میکرد. آره.
بعد یهو دیگه عباس وسطش گفت بابا بذارین منم من بیام بشینم. بالا حداقل گفتی باید ببینیم ما کل کل. دیگه با وساطت بچه‌ها دیگه عباس اومد بالا، بحث فعلا استاپ شد. یادمونم نمیاد اصلا چی به هم میگفتیم، ولی آره یادمونم دقیقش اصلا یادمونه خیلی چیزای مثلا نفرت انگیز، مثلا اینجوری که تو چرت تا پرت میگفتی اصلا یادمون نیست. اصلا یعنی نمیشه تو بار اول یه نفر از یه نفر انقدر متعرفش. آقا ما عباس اومد بالا، بحث استاپ شد و رفتیم و دوباره 2-3 روز گذشت و فرداش بود دوباره. فرداش چی؟ فرداش دوباره اومدیم. اکیپ ما یه حالتی بود که مثلا ما تقریبا هر روز حالا اون پاتوقی که بودیم میرفتیم، حالا بسکت بازی میکردیم و کارهای دیگه انجام میدادیم و مثلا رپ میخوندیم و اینا. بعد دیگه دور هم بودیم بازی میکردیم، کارهای مختلف هر روزی بود تقریبا. ولی بچه ها یعنی اون کامران و هومنی که اومده بودن اونا مثلا هر 2-3 روز یه بار می اومدن. بعد من فرداشم دوباره رفتم زمین نبودن و بچه ها دوباره پس فردا اومدن، هی اومدنشون به زمین بیشتر شده بود. خیلی جالب بود که صاف توی همون تایمی که سارینا با من آشنا شدیم با هم، اون دو نفر که مثلا 2-3 روز یه بار یا حتی بعضی وقتا هفته یه بار اصلا می اومدن توی اکیپ، حالا یه سر فقط به ما می زدن، یعنی می اومدن مثلا 1 ساعت 2 ساعت می رفتن. ما از عصر تا شب نصف شب اونجا بودیم، ولی اون موقع هی تایم زیاد شده بود. بابا ما انقدر کلکلامون دیگه با هم مثلا گسترش پیدا کرده بود که مثلا تو جمع که میشستیم مثلا داشتیم حرف زدیم و اینا، مثلا من اینجوری میکردم میگفتم بابا تو چرا اینقدر نفس میکشی؟ نفس منم نفس نکش، صدای نفسات تو مخمه. بعد مثلا گفت به تو ربطی نداره. بعد گفتم غلط کردی، خودت به تو ربطی نداره فلان بیسار، بلند شو برو بابا کی با تو اینجا کار داره فلان بیسار، اینجوری مثلا. آره کلی. آره بعد این چیز شد 2-3 روز گذشت و ما دیدیم که مثلا یکم رفتیم و اومدیم و رفتیم کوسوفه و رفتیم این ور و رفتیم اون ور و من دیدم که از سناریوهای آره یه سری اتفاقات هم افتاد که ما فهمیدیم که آقا ما خیلی از هم دیگه خوشمون میاد، ولی همچنان اون کلکله رو با هم داشتیم، یعنی از رو نمیرفت. یهو توی 1 روز تصمیم گرفتیم مثلا با هم دیگه هم هیچ حرف نزدیم و جدا تصمیم گرفته بودیم آقا دیگه بسه، کلکل بسه، با هم اوکی بشیم. آره دیگه آروم باشه. اومد منو با آب خیس کنه، بطری گرفت دستش. آقا تا بطری گرفت دستش من رفتم پشت کامی قایم شدم، گفتم آره کامی این میخواد منو خیس کنه فلان و بیسار. بعد کامی گفت بابا نکن، آبا رو هدر نکن. مثلا نقطه ضعفشون بطریه، مدافع بطریه. آره. بعد گفتم نگاه کن، نصف مغزم گفت نگاه کن این به فکر آب است، به فکر بطری است، به فکر تو نیست. بعد نصف دیگه مغزم گفت بابا نداشتم. حالا مثلا الان میخوای چی بگه مثلا نه عشق دل منو خیس نکن مثلا فلان اینا. خب معلومه همینو میگه. بعد یکم دیگه گذشت و یهو عباس من گفت که آره ببین مامان بابام دعوتت کردن، شام هم خریدن، امشب بیا بریم پیش ما. بعد منم گفتم که خب نه دست در نکنه، من جای دیگه میخواستم هی رابطه رو سردتر کنم. من مثلا زیاد دوست نداشتم مستقیم به طرف بگم آقا خداحافظ ما دیگه به دردم نمیخوریم بای. بعد گفتم آقا بذار مثلا همینجور رابطه سردتر میشه دیگه، خودش به هم مثلا از هم میپاشه. بعد گفتم که نه مرسی دست در نکنه، سلام برسون بهشون، حالا یه وقت دیگه و من دیگه حالا حوصله ندارم فلان و بیسا. ما خودمون شام خونه پیتزا داریم. بعد عباس هم برگشت گفت خب بابا تو که کباب دوست داری، مامان بابام کباب گرفتن فلان بیسار، تو که کباب بیشتر دوست داری. بعد منم مثلا اینجوری کردم یه نگاه به کامی کردم و اینجوری کردم گفتم کامی تو باشی پیتزا رو ترجیح میدی یا عباسا؟ بعد کامی هم برگشت گفت پیتزا رو. خیلی راحت و من کلا آدم روکیم، اصلا با کسی تعارف ندارم. بریم برای پیتزا. آره من کلا اون قضیه بطری هم که گفت، من کلا بطری آب معدنی ها اینجوری میدونم که آقا این آب برای خوردنه، یعنی اصلا همین الانم مثلا یه سارینا میخواد دستشو باش بشوره اینا و میگم بابا چرا میخوای این کارو بکنی؟ بعد خلاصه که آره پیتزا گفتم خیلی قشنگ پیتزا و بعد دیگه طرف اصلا موند، اصلا جمع ساکت شد، یعنی همه هیچ ساکت کس شدن دیگه تو جمع هیچی نگفت، یعنی همه دیگه بلند شدیم رفتیم خونه. این اولین تیکی بود که ما با هم دیگه زدیم. یه بار دیگه ما یه شب بود که دور هم جمع شده بودیم و اینا، بعد داشتیم همینجوری با هم دیگه همه حرف می‌زدیم و یهو کامی وسطش بلند شد و ایستاد گفت من میخوام برم.
بعد ما همه پشمام ریخته، مثلا ساعت 8 و 9 شب بود. گفتیم وا الان کجا میخوای بریم؟ ما همه مثلا یه خیلی دیگه زود میخواستیم بریم، 12 و 1 بود دیگه. بعد گفتیم وا کجا میخوای بریم؟ گفت نه من میخوام برم یکم دور برم مرداج، یکم دور حال هوام عوض شه. آقا اینه که گفت ببین من اینجوری شدم که ببین یا الان میکشمش یا مثلا با هم اوکی میشیم به زندگیش ادامه میده، دو حالت داره. بعد مرگشیم اینجوری تو ذهنش بوده. آره. بعد کامی چون مثلا ماشین داشت، مثلا 2-3 تا از ما رو میبرد، بعد مثلا بقیه بچه‌ها با کامران و هومن میرفتن. برو بابا گم شو. چه آدم خوبی. بعد گفتم خب ببین اول ما رو برسون بعد برو. گفت باشه. گفتم آره اول عباس برسون بعد منو برسون. گفت باشه بیاین تا برسونمتون رو بریم. خب اون نزدیک‌ترم بود. آره اون به اون جایی که مثلا ما هممون جمع شدیم نزدیک‌تر. خونه من و کامی نزدیک‌تر هم بود. بعد سوار ماشین شدیم و رفتیم و اینا. عباس رسوندیم و بعد که خواست کامی بره سمت خونه دیگه اینجوری کردم که ببین تو ذهنم اینجوری بودم، گفتم ببین خواب دور امشب میبینی، خواب دور امشب میبینی. بعد کامی خونه ما رو اصلا بلد نبود، یعنی اون سمتا رو اصلا خیابوناشو بلد نبود، اصلا اصفهان رو جفتمون زیاد بلد نبود. سوار ماشین شدیم و مثلا اینجوری کردیم خواست بیاد سمت خونه ما، هی مثلا آدرس اشتباه بهش میدادم. بعد ببین انقدر توی یه خیابون، مثلا یه خیابونی که مثلا 2 تا 4 داره، 10 دور من اینو تابوندمش، 10 دور تو اون خیابون تابید. بعد همش میدید که دوباره رسیده سر جاش، میگفت تو رو خدا آدرس درست بده بریم. من دیرمه باید برم. گفتم نه موردی گفتم من دور نمیرم. گفتم آقا من مشکل تو دور من دور نمیرم. حالا من از اون ور درگیره، حالا دور که نرفته بودم تموم شده، در یه پیتزا بودم. آره کامی هم خونه‌شو پیتزا داشت. بعد نمیتونستم درست تشخیص بدم نقطه ضعف کامی این آدرسایی که داره به من میده همش مثلا از یه مسیر میرفتیم، میدیدی دوباره رسیدیم، نه از یه مسیر میرفتیم دوباره میرسیدیم همونجا، بعد دوباره از یه مسیر دیگه دفعه 4 دوباره از اون مسیر اول میرفتیم. بعد من دیگه اینقدر درگیر بودم که اصلا نمیفهمیدم این همون مسیر اولی است، الان تو دفعه 4 داریم دوباره همون مسیر رو میریم و برمیگردیم. بعد حدوداً یه 10-12 بار فکر کنم قشنگ توی خیابون 2 چهارراهی تابیدم. بعد دیگه تهش دیگه قشنگ دیگه مونده بود دیگه بزنه زیر که تو رو خدا آدرس درست بده. ببین که اصلا من نمیخوام برم دور. الان ما خونه اون پیتزا داریم منم که باور نمی‌کردم، گفتم این داره چرت و پرت میگه برسه به دور. دیگه دیدم مامانش زنگ زد گوشه گذاشت رو بلنگو کامی گفت که بله. بعد مامانش گفت ببین کامی اگه اومدی چون پیتزا کامل یخ کرد همه ما هم خوردیم، اگه اومدی خوردی که اومدی، اگه نیومدی همین الان میدم به رفتگره. کامی هم تا این شنیدی گفت نه الان میام. برگشت من گفت تو رو خدا بگو کجا برم، تو رو خدا آدرس خونه‌تون رو بده. دیگه منم دیدم که واقعا بحث پیتزا وسطه، گفتم اوکی ببین آدرس درست رو بهت میدم بهش که گمشی بری خونه‌تون عزیزم. آقا من چند بارم میخواستم واقعا بپیچونم، یعنی خیلی هاش اصلا الکی میگفتم، ولی حالا کلا دور میرفتم برای تفریح، ولی الکی میگفتم چون میخواستم بپیچونم به خاطر اینکه بذار دلیلش رو بگم. بگو به خاطر اینکه من واقعا با اینکه هنوز این 2 نفر با هم وارد در واقع رابطه نشده بودن و فقط آشنایی بود، ولی من از وجدان داشتم، یعنی دست خودم نبود. همین اصلا با کل شروع کردم با سارینا که اصلا یعنی داشتی راجع پیچوندنات میگفتی فازی رو من خب پیچوندن برای این بود، نصف پیچوندن برای این بود که من خب همینو دارم میگم دیگه، دلیل پیچوندنم این بود که از عذاب وجدانم تغذیه کنم، یعنی به جدی دارم میگم، اصلا شوخی در کار نیست. حواست باشه الان دیگه پیچش میچش نه، الان که در کار نیست، ولی اون موقع من میشه ول کنی من بگم قشنگ اینجوری تحت اسارت. خب بچه‌های عزیز دیگه بقیه‌اش دیگه آره تو پارتای بعدی با جزئیات بیشتر براتون میگم که چرا اینا با هر کدوم باز بشه. خیلی داستانا داریم ما، داستان 5 سال ببین، یعنی 500 تا ماجرای خوب و بد دارم برات تعریف کنم، 500 تا حداقل، خیلی زیاد. ممنونی که تا این زای ویدیو رو دیدین، بوس پس کارلاتون، مراقبت کنین از خودتون، خداحافظ. خداحافظ بچه‌ها.